به نام خدا. نصب سیستم هوشمند کنترل سالن قارچ. مشتری خوبمون از شهر شیراز. استفاده از دستگاه هوشمند یانسون نمونه صنعتی و خب یه تابلو برق کامل. تمام کابلا لیبل خورده و کاملا مشخصه. تو این سالن ما یه دونه کولر آبی، یه دونه رطوبت ساز، یه دونه فن سیرکوله و 2 تا سنسور دما و رطوبت براشون گذاشتیم. همه دستگاه ها حالت خاموش، حالت دستی و سمت چپ هم که حالت اتومات هست. خب الان ما میخوایم تو برنامه هستیم. برای مثال میخوایم کولر آبی خروجی اول به صورت دستی فعال کنیم. بله الان فعال شد. توی برنامه هم مشخصه که فعال هست. خب خاموش کنیم. فوق‌العاده قابلیت اطمینان برنامه بالا هست. ارتباط به صورت اینترنتی. علاوه بر حالا دستگاهی که اینجا وصله، ما سنسوری هم که تو سالن نصب کردیم الان اینجا میتونیم ببینیم. سنسور البته چینش اینا رو میشه تغییر بدیم. دمای 2، رطوبت 2 و دمای 1 و رطوبت 1. 2 تا دونه سنسور گذاشتیم توی سالن. کاملا میتونیم براش تعریف کنیم که حالا چه سناریویی براش بنویسیم یا قوانین سنسورها چجور باشه. برای مثال سنسور اول یا دمای اول اگر از این حد گذشت، یا سنسور اول و دوم میانگینشون از این حد اگه گذشت، برای مثال کولر روشن بشه، رطوبت ساز روشن بشه، خاموش بشه. تمام چیزایی که برای سالن قارچ نیازه رو ما اینجا داریم. خب من توی سالنم حالا سنسورها رو بگیرم. سنسوری که اینجا استفاده شده سنسور صنعتیه و کاملا ضد آب هست و با وجود رطوبت حتی 95% که اینجا به وجود میاد، بازم مشکل برای سنسورها پیش نمیاد. اپلیکیشن ها میشه رو گوشی هر چند نفر که دوست دارن نصب کنن و از راه دور کنترل کنن و مشاهده کنن. طراحی، مشاوره، اجرای سیستم توسط برق و صنعت عمادی شیراز.